سلام، با آموزش یک کیف ساحلی بسیار زیبا در خدمتتون هستم. نخهای مکرمه 2 سوزنه که من مارک نیل استفاده میکنم، ضخامتش تقریبا با نخ رافیایی تابیده برابری میکنه. پس شما برای بافت این کیف ساحلی هم میتونید نخ مکرمه 2 سوزنه استفاده بکنید و هم نخ رافیایی تابیده. این که میگن که حتما کیف ساحلی باید نخ رافیا استفاده بشه نیست. به این صورت شما نخ مکرمه هم میتونید برای بافت کیف‌های ساحلی استفاده بکنید. نکته دیگه که میخواستم بهتون بگم این هستش که من توی پست قبلی فراموش کردم بهتون بگم که شما با اتصال این نوارها کنار هم دیگه حتی کاور کوسن هم میتونید ببافید. این دیگه کاملا سلیقه‌ای هستش. پس هم میتونید رانر ببافید، هم میتونید کاور کوسن ببافید و هم میتونید باهاش کیف ببافید که توی این پست قرار من بهتون کیف رو آموزش. بعد از اینکه من پست رانر رو گذاشتم، خیلی از شما به من پیام دادید که میخواستید که این قسمت‌های اتصال رو بهتون آموزش بدم. توی پست قبل بهتون گفتم شما هم میتونید نوارها رو جداگانه ببافید و این قسمت‌ها رو به هم دیگه بدوزید با نخ سوزن معمولی و هم میتونید در حین بافت بهش اتصال بدید که من الان در حین بافت رو هم بهتون آموزش میدم. قبل از اینکه بافت کیف رو شروع بکنیم شما حتما در پست قبلی این نوار رو یاد بگیرید، به توضیحات من گوش بکنید و دوباره مجدد برگردید روی این پست و توضیحاتی رو که برای بافت کیف خدمتتون عرض میکنم رو با دقت گوش کنید و کیف رو ببافید و حتما عکسش رو برای من بفرست. خب برای بافت این کیف شما هر چقدر بخواید کیفتون بزرگتر باشه تعداد نوارهایی که میخواین ببافین رو باید بیشتر بگیرید. من الان تعداد نوارهامو تا الان 4 تا بافتم چون میخواستم که تعداد نوارهای من 5 باشه. این نکته رو هم یادتون باشه که حتما تعداد نوارها رو باید عدد فرد بگیرید. یعنی الان من 4 تا بافتم، یک دونه دیگه ببافم 5 میشه عدد فرد. یا اگر بخوام بزرگتر باشه 6 تا نمیتونم ببافم، باید 7 تا نوار ببافم. پس شما برای اینکه کیفتون رو نوارهاش رو بدونید چند تا ببافید باید ضریب عدد فرد باشه. مثلا الان بخواید کیفتون خیلی کوچیک باشه میشه 3 تا از این نوار که اصلا کیف قشنگی نمیشه. اگر بخواید کیفتون بزرگتر باشه 5 تا و اگر بزرگتر 7 تا، یعنی تعداد نوارهامون باید عدد فرد باشه. این نکته هستش که تو بافت این کیف باید رعایت بکنید. نکته بعدی که باید بدونید ارتفاع کیف هستش. شما هر چقدر این بافت رو ادامه بدید و هر چقدر بزرگترش بکنید قد کیفتون بیشتر میشه. من الان این قدی که بافتم 28 سانته. یعنی از این قسمت که شروع کردم تا به این قسمت 28 سانت هستش. پس شما هر چقدر تعداد اینها رو بیشتر بکنید قد کیفتون بلندتر میشه. برای من چون میخوام آموزش بدم همین 28 سانت کافیه. اگر شما دوست داشته باشین تا 30 سانت 40 سانت هم میتونید، چون کیفای ساحلی ابعاد بزرگ دارن، اوورسایز هستن، به خاطر همین شما میتونید کیف رو قدش رو بلندتر هم ببافید. من الان 4 تا رو به هم بافتم و اتصال دادم. میخوام که پنجمی رو که آخرین نوار هستش هم شروع بکنم. آخرین نوار رو من با رنگ دیگه میبافم که ببینید اگر رنگ دیگه هم ببافید، مثلا چند رنگ ببافید نوارا رو هم قشنگ میشه. و همین که میخوام چون کامل مشخص باشه با رنگ دیگه میبافم که کنار هم دیگه قرار میگیره. شما ببینید که اتصالش به چه صورته. بخواد از قصد دارم رنگ دیگه میبافم. و اینکه بند من میخوام این به این رنگ ببافم قسمت بعدی رو، و اینکه بندای کیف رو هم بهتون آموزش میدم. خب ببینید من نوار بعدی رو که قراره به کیف اتصال بدیم به این شکل تا دومین قسمت، ببینید اولین رجمون 1 خونه داره، دومی 2 تا خونه داره و سومی 3 تا خونه داره. من اولی رو بافتم که 1 خونه داره و دومی هم 2 تا خونه. به سومی که رسیدیم یعنی دقیقاً توی این رجم، توی این قسمت که قراره 3 تا قسمتش بکنیم، 3 تا زنجیره ابتدایی رو میزنیم و برای 4می و 5می که قراره بزنیم توی این قسمت من میام، ببینید دقیقاً مقابل هم دیگه که این قسمت هست که 3 تا خونه داره، قسمت که بیرون زدگی داره. اینجا میام نخ رو میگیرم به این شکل و یک شلال میزنم و 2 تا زنجیره‌ای که قراره زده بشه و کار رو به این شکل برمیگردونم و رج بعد رو شروع میکنم. طبق آموزشی که در پست قبل دادم شروع میکنم به بافتن. این میشه 2 تا خونه و اینجا داخل این قسمت 3 خونه. خب این 3 تا پایه رو که زدم 4 تا زنجیره رو میزنیم و 4 تا پایه، 1 2 3 و 4. ببینید به این شکل اتصال پیدا میکنه و نوار بعدیمون هم به این روش به کیفمون وصل میشه. این رو دوباره میبافیم
به این قسمت که رسیدیم دقیقاً مثل رجای قبل، مثل پست قبل میبافم. به این قسمت که رسیدم دوباره همین کارو تکرار میکنم. من اینو ادامه میدم تا به اینجا برسم و بعد بهتون یاد میدم که مثلا دوباره این قسمت رو بهتون یاد میدم که چجوری به اینجا رسیدم. ببینید من این قسمت رو تا اینجا بافتم، تا این قسمت بافتم. حالا به این رش که برسیم دوباره مثل قبل 3 تا زنجیره میزنم توی این گوشه، دقیقاً این گوشه یک نخ میگیرم و شلال میزنم و 2 تا زنجیره کارو برمیگردونیم. رج بعد رو شروع میکنیم به بافتن. اینجا این قسمت این میشه دوباره 2 تا زنجیره این قسمت و دقیقاً طبق روش قبل اینا رو به نوار قبلی اتصال میدیم. نکته‌ای که باید به خاطر بسپرید اینه که اگر خواستید که چند رنگ ببافید حتما باید نخاتون با هم دیگه همشماره باشه. نمیشه یک دونه رو 2 سوزنه بگیرید یه دونه رو 3 سوزنه، باید حتما هر دو سوزنه باشه. یا نمیشه یکی رو تک سوزنه بگیرید یکی رو 2 سوزنه بگیرید. این رو کامل رعایت بکنید. برای بافت رانر بهتره که از تک سوزنه استفاده بکنید چون ظریف‌تر میشه. اگر دوست دارید 2 سوزنه هم استفاده کنید میشه و حتی برای رانر رومیزی میتونید از رافیا هم استفاده کنید. و اینکه اگر دوست داشته باشید میتونید اینا رو یکی در میون یه رنگ بزنید، حتی برای رانر هم میتونید یکی در میون رنگ مثلا رنگی ببافید، خیلی خوشگل میشه. من این رو تا انتها میبافم، البته با نخ صورتی، چون من می‌خواستم آموزش بدم گفتم با رنگ دیگه باشه که کامل مشخص بشه. این رو با رنگ دیگه میبافم، با رنگ صورتی میبافم و بعد با هم دیگه روش اتصالش به هم دیگه رو برای یک کیف یاد میگیریم. خب ببینید من این نوارها رو بافتم، نوار آخر رو هم بافتم. نوار آخر رو وقتی شما میخواین اتصال بدید، چون میخوایم حالت کیف بشه و حالت کیسه‌ای بشه، شما باید از هر دو سمت اون رو اتصال بدید. یعنی از یک سمت اتصال بدید، یک سمتش باز میمونه. برای اینکه ما بتونیم طبق روش قبلمون اتصال رو انجام بدیم، میتونید اتصال ندید و در نهایت این قسمت گوشه ها رو با نخ سوزن بدوزید اگر این کار رو انجام ندید. اما اگر دوست دارید که مثل بقیه کارتون توی حین کارتون این رو اتصال بدید، میتونید به این روش انجام بدید. ببینید وقتی که این نوار رو در قسمت وسط قرار میدید، هم به این سمت هم به این سمت میخواید اتصال بدید، باید توی یک سمت فقط یک سمت رو ما می اومدیم اتصال بدیم. الان که میخوایم دو طرف بسته بشه هر دو سمت رو باید اتصال بدیم. ببینید به اینجا که رسیدیم 3 تا زنجیره رو که زدیم میایم، ببینید اینجا بهتون گفته بودم توی این قسمت یک شلال میزنیم و این رو به اینجا وصل میکنیم. دوباره 2 تا زنجیره زدیم و کار رو برمیگردونیم و به اینجا وصلش میکنیم. پایه دوربین ببخشید خورده، کیف به پایه دوربین میخوره، به خاطر همین میشه. اینجا دوباره وصلش رو انجام میدیم، بقیه بافت رو انجام میدیم. دوباره 2 تا پایه به این شکل، اینجا 4 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 4 تا زنجیره، دوباره 4 تا پایه بلند. 1 2 3 4 تا پایه بلند، دومی 3 و 4. اینجا 2 تا زنجیره میزنیم، به این قسمت یک پایه بلند میزنیم. چون کارهای قبلیه من دارم تون توضیح میدم بهتون، دقیقاً طبق کارهای قبلی ما این خونه ها رو اینجا ایجاد میکنیم. دوباره 2 تا و این قسمت هم پایه بلند. خب حالا نوبت میرسه به اتصال به این سمت. ببینید به این سمت که میخواین اتصال بدید، دوباره توی این گوشه میایم یک شلال میزنیم و وصلش میکنیم. اگر تو رشهای قبل باشه، رشهای قبلمون اگر باشه، اینجا ما باید بیایم، ببینید دوباره میخوایم 2 تا خونه بزنیم دیگه. اینجا که شلال زدیم بستیم، میایم این قسمت رو شلال میزنیم به این شکل تا برسیم به این قسمت. دوباره 3 تا زنجیره برای پایه، 2 تا زنجیره هم برای قسمت وسط و به اینجا ما میایم پایه بلند. این کاریه که اگر رجمون ادامه داشته باشه، اگر باقی قسمت ها رو هم بخوایم اتصال بدیم باید انجام. الان من چون دونه آخر بود دیگه و همینجا باید تمامش بکنم. اینجا که رسیدیم یک شلال میزنم و اضافه نخ رو میبرم به این صورت. ببینید حالت کیسه مانند میشه.
حالا برای اینکه ما قسمت پایین کیفمون رو ایجاد بکنیم میریم سراغ اسلاید. به توضیحاتی که میگم با دقت گوش بکنید. ببینید من به شما گفتم تعداد 5 تا نوار رو ما برای کیفمون انتخاب میکنیم. 5 تا نوار، این منظورم عدد فرد هستش. 5 تا نوار رو برای چی انتخاب میکنیم؟ چون میخوایم برای کیفمون کف سازی بکنیم. اگر شما نخواهید کف سازی انجام بدید و اگر بخواید که همین حالت 7 8 داشته باشه انتهای کیفتون، چون میتونید این کارم انجام بدین 7 8 داشته باشه و مثلا به انتهای کیفتون حالت ریش ریش اضافه بکنید. این کارم میتونید انجام بدین. هم یک مدل از کیف‌های ساحلی هستش که خیلی این کارو انجام میدن. اما چون ما میخوایم کف سازی بکنیم من گفتم تعدادش فرد باشه. اگر دوست داشتید که کف سازی انجام ندید و دوست داشتید که پایین کیفتون حالت 7 8 باشه، میتونید تعدادش رو 6 تا بزنید و اینها رو روی هم قرار بدید و به این شکل اینجاها رو به هم دیگه وصل بکنید. پایین کیفتون به این شکل میشه. اما اگر میخواین کف سازی انجام بدید باید حتما عدد فرد باشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، حالت کیسه مانندش رو ایجاد کردیم، حلقه مانندش رو ایجاد کردیم، میایم ببینید پایین کیف من حالت به این شکل خیلی زاویه داره، این تیز هستش، اما قسمت بالا حالت نیم دایره داره. این الان قسمت داخل کیف من هستش. من میام این گوشه ها رو، نوک این تیزی ها رو داخل این قسمت، یعنی 7 8 ها رو به هم دیگه اتصال میدم. حالا با سوزن من اول وصلش میکنم که شما ببینید به چه صورت هستش. اینجا به این شکل، دوباره این قسمت هم اینجا وصل میشه. این قسمت هم به اینجا وصل میشه. و این گوشه داخل این قسمت و این گوشه هم داخل این قسمت. به این شکل وصلش میکنیم. ببینید این میشه کیف ما که کفی داره. خب این داخل کیف هستش. حالا میایم از یک گوشه شروع میکنیم با نخ سوزن دقیقاً همرنگ به دوختن. از زیر زنجیره ها من دوخت رو انجام میدم. به این شکل زیر این زنجیره و زیر این زنجیره. اگر نخ دقیقاً همرنگ نداشتید بهتون توی پست‌های قبل یاد دادم که چه کاری انجام بدید. خب نخ من اینجا گره شد، اشکال نداره، حالا همینجوری میدوزم تا بقیه‌اش. اینجا زیر زنجیره ها به این شکل. پس اگر نخ دقیقاً همرنگ نداشتید تو پست‌های قبل بهتون یاد دادم که چجوری نخ دقیقاً همرنگ رو برای خودتون درست بکنید. به این شکل ما شروع می‌کنیم تمام این قسمت‌ها رو به هم دیگه دوختن. من این دوخت رو انجام میدم و بعد بقیه‌اش رو بهتون آموزش میدم. برای بند کیف شما احتیاج دارید به 2 تا نوار. من نوار رو بافتم، ببینید به این صورت هستش نوارش که تقریبا شبیه بافت بدن است. شما اگر بخواید ضخامتش بیشتر باشه، تعداد پایه هایی که این قسمت می‌زنید باید تعدادش رو بیشتر بکنید. بهتون یاد میدم، حالا موقع بافت براتون توضیح میدم. من بند کیف رو دقیقاً همرنگ بدنه دارم میبافم به این شکل، این 2 تا بند رو. حالا به شما با این رنگ یاد میدم که روی کیف قرار میگیره. ببینید که رنگش به چه صورت میشه. ببینید 2 رنگ اگر بخواید ببافید به این شکل میشه. برای بافت بند شما نخ رو از بالا روی قلاب قرار میدید، به این شکل اینجا یک گره ایجاد میکنید و زنجیره میزنید. زنجیره‌ای که میخواین بزنید تعدادش باید عدد فرد باشه. این نکته رو باید در نظر بگیرید، چون طرحی که میخوایم بندازیم به تعداد زنجیره‌های فرد احتیاج داره. من میام برای ضخامت کیفم، اگر کیفم بزرگ باشه خب ضخامت بند کیف قطعا باید بیشتر باشه و اگر کیف کوچیک باشه ضخامت باید کم باشه. من برای ابعاد کیف خودم به اندازه 5 تا زنجیره احتیاج دارم. ضخامتش رو میخوام به اندازه 5 تا زنجیره باشه. شما اگر بخواید بیشتر باشه باید 7 تا بزنید، یا اگر بخواید بزرگتر باشه 5 تا باشه 9 تا باید بزنید. پس باید عدد فرد باشه. من میام 5 تا زنجیره میزنم. این نکته رو هم بهتون بگم که ببینید شما برای اینکه کیفتون رو بدونید بندش رو چقدر باید ببافید روی دوشتون قرار میگیره. اول از همه که بستگی خیلی به قد کیفتون داره، چون شما اگر قد کیفتون بلند باشه مثلا بیاین یک بند 70 سانتی بهش ببافید، خب خیلی روی بدنتون خیلی پایین قرار میگیره کیف. پس شما بند کیفتون رو باید بستگی به ابعاد کیفتون ببافید. برای بندهای رودوشی، برای کیفایی که روی دوش قرار میگیره، شما بستگی به قد کیفتون از 50 سانت تا 75 سانت میتونید این بندها رو ببافید. من حالا بندی که بافتم برای کیفم تقریبا 70 سانت هستش. ببینید این 20 سانت، این 20 سانت، ببخشید تقریبا 50 سانت هستش، اشتباه گفتم. تقریبا 50 سانت بافتم چون قد کیف من 28 سانته. اگر بخوام 70 سانت ببافم خیلی میاد پایین روی بدنم، به خاطر همین 20 سانت 50 سانت بافتم. 20 سانت کمتر از 70 سانت.
من پنج تا زنجیره رو که زدم، میام 2 تا زنجیره برای بافت اول میزنم. ببینید به این شکل 2 تا زنجیره‌ای که زدم با اولین زنجیره 5 تا زنجیرمون میشه 3 تا. اینجا میام اینو نمیبافم، میام داخل این قسمت اینجا، این سوم. ببینید 1 2 سومین زنجیره از سمت چپ میام 1 پایه بلند میزنم، 1 زنجیره، دوباره داخل همون زنجیره 1 پایه بلند میزنم، دوباره میام اینو نمیبافم و اولین زنجیره رو میام پایه بلند میزنم به این شکل. دوباره اینجا 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم داخل این قسمت، میام 1 پایه بلند، 1 زنجیره، دوباره داخل همین قسمت 1 پایه بلند میزنم، دوباره اینجا داخل پایه اول که زده بودیم 1 پایه بلند. یعنی طرح بافتمون به این صورته. دوباره 3 تا زنجیره برمیگردونیم این قسمت، 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند دیگه، دوباره داخل این قسمت 1 پایه بلند میزنم. این میشه بافت بند کیف ما. خب این بند رو اگر شما بخواید که پهن‌تر باشه، میتونید تعداد زنجیره ها رو 7 تا بزنید و داخل این قسمت به جای 2 تا پایه بلندی که زدیم و 1 زنجیره بیاید 4 تا پایه بلند بزنید در قسمت وسط 1 زنجیره، یعنی 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، 2 تا پایه بلند. به این شکل اگر انجام بدید دیگه این قسمت 2 تا زنجیره باید خالی بذارید، چون 7 تا هستش. این قسمت 2 تا زنجیره خالی قرار میگیره و بند کیفمون پهن‌تر میشه. الان من همین بند رو ببینید به همین شکل بافتم، 1 پایه، 1 زنجیره، 1 پایه. اگر بخواید پهن‌تر باشه ببین 7 تا زنجیره میزنید، میشه 2 پایه، 1 زنجیره، 2 پایه. همین طرح رو که روی طرح بدنمون هم تقریبا به همین شکل هستش. 2 تا بند دقیقاً عین هم قرینه هم میبافید و به کیفمون میخوایم اتصال. خب ببینید پایین کیف رو به این شکل من دوختم. حالا این قسمت داخل کیف بود، ما کیف رو برمیگردونیم به این صورت. کیف رو که برگردونیم قسمت پایین کیفتون حالت ساک مانند میشه و به این شکل یک کیف ساحلی خیلی خوشگل رو دارید که کفسازی هم براش انجام بدید. ببینید به این صورت ما کیف رو دوختیم. حالا قسمت بالای کیف، ببینید این قسمت بالای کیفمونه که شما قراره بهش دسته بس بکنید. این کیف چون حالت 7-8 داره و تعدادش فرد هستش، در قسمت جلو ما 3 تا برآمدگی داریم و در قسمت پشت ما 2 تا برآمدگی داریم که این اگر بند بخوره مشخص نمیشه. بندهایی که بهتون آموزش دادم رو به این شکل ببینید میاید به کیف اتصال میدید. این رو از دو طرف فاصله بین 2 تا بند بستگی به راحتی خودتون داره. من معمولا این فاصله رو 10 تا 12 سانت میگیرم، البته به ابعاد کیفتون هم خیلی بستگی داره. برای این کیف که من بافتم این فاصله الان بهتون بگم چند سانت هستش. این الان 23 سانته. قد کیف من هم شدش 24 سانت، چون اون قسمت رو داخل زدیم از قد کیف کم شد. اینجا به این قسمت اتصال پیدا میکنه، سمت دیگه هم دقیقاً رو به روش و حالت قرینه به این شکل اینجا و به این قسمت باید دقیقاً اندازه همدیگه باشه و دقیقاً روبروی همدیگه قرار بگیره. اگر روبروی هم قرار نگیره و دقیقاً بندها اندازه همدیگه نباشن، کیف حالت قرینه روی دوش قرار نمیگیره. شما این بند رو هم میتونید روی کیف بدوزید و هم میتونید داخل کیف بدوزید، یعنی به این قسمت بدوزید که این بند داخل کیفتون قرار بگیره. اما به نظر من بهتر هستش که روی کیف دوخته بشه. یه کار تزیینی دیگه هم که میتونید انجام بدین هستش که بند رو بلندتر بگیرید، مثلا تا پایین بیارید، که البته این طرح‌ها رو دیگه ندارید. برای کیف‌های ساده‌تر میتونید این کار رو انجام بدید. بند رو بلند بگیرید، مثلا تا این انتها بدوزیدش به کیفتون. این میشه کیف ساحلی ما که شما میتونید برای داخلش از آسترهای کیسه‌ای استفاده بکنید. آسترهای کیسه‌ای رو من توی پکیج ساحلی بهتون یاد دادم. اگر دوست دارید کیف‌های ساحلی بیشتر یاد بگیرید، پکیج ساحلی رو تهیه بکنید که داخلش تمام کیف‌های ساحلی که شما میتونید ببافید و براتون درآمد ایجاد میکنه رو یاد دادم. 6 مدل کیف هستش. یک کلاه ساحلیه که کامل از 0 تا 100 همراه با آسترکشی، 2 مدل آسترکشی بهتون یاد دادم. اگر اطلاعات بیشتری خواستین عدد 4 رو برای من کامنت بکنید، من براتون اطلاعاتش رو میفرستم.